بنای بسیار زیبا و سترک ارگ کریم خانی که در زمان پادشاهی کریم خان زند توسط معماران به نام اون زمان، که میدونیم در زمانی که کریم خان وارد شیراز شد و بنای حکومت زندیه رو قرار داد، جمعیت شیراز بالغ بر 13,000 نفر بود. حدود 8,000 نفر نیروی کار از شامل استا، بنا، معمار از سراسر ایران به اینجا تشریف آوردن و شروع به ساخت شهر شیراز که از جمله بازار وکیل و بناهای بسیار زیادی، موزه پارس، دیوانخانه، محتشم و اماکن نظامی نمودند.